بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم داستان ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها و نقل کردیم که ایشون در چه مقام و منزلتی بود. ایشون دختر عمه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر پسردایی ایشون بود. عبدالله ابن جحش برادر ایشون هست. این قهرمان اسلام یا اولین امیرالمؤمنین در میدان مسلمانان که پرچم اسلام به دستش داده شده، اینها جزو سابقین اولین بودن و بالاخره اینها به مدینه هجرت کردن جدا از زندگی مدینه و این که بالاخره این خانواده ایمان هست. خانواده‌ای که در نسل اولیه در مکه کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. بالاخره اینا هجرت کردن اومدن به مدینه. خانواده‌های ثروتمندی هم بودن، دارای خانه‌های خوب و لوکس و مدرنی هم بر اساس اون چه که در تاریخ مکه در اون زمان بود دارایی داشتن و به اونجا هم رسیدیم که تمام این خانه‌های اینها رو مصادره کرد ابو سفیان. وقتی رفتید که بله این خانه‌ها اونجا بالاخره رها شده و اینها درها رو قفل کردن، رفته برای انتقام اینا رو گفت مال منه، مصادره کرد، به عبارتی مصادره به نفع خودش کرد و خبر رو عبدالله ابن جحش گفتیم برد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یا رسول با ملک و دارایی ما این کار کردن، با خونه های ما این کار کردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوست ندارید خدا به جای ام شما خونه در بهشت بده؟ گفت چرا دوست نداشت بشه؟ گفت بله خدا به جای ام شما خونه در بهشت میده. و این شرایطی بود که تا این لحظه ما در داستان خوندیم. اما امروز در ادامه داستان ام المؤمنین زینب بنت جحش میخوایم مطلبی رو بخونیم که درس عبرتی و درس بزرگی برای تمام جهان بشریت تا قیام قیامت خواهد بود. میدونید که خداوند میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. و ما در جلسه قبل گفتیم زینب بنت جحش گفت انا سیدت عبد شمس، من سرور و خانوم قبیله بنی عبد شمس هستم. دقت کردید؟ حالا ببینیم چه اتفاق میفته. اما این اسلام اومد بالاخره این بحث طبقاتی رو، فاصله های طبقاتی و نژادی رو اومد از هم درید. گفت بشر بر اساس تقوا نزد الله مقام میگیره و تقوا هم میزانیه که خدا تعیین میکنه. میزانی نیست که بشریت بگه تو با تقوا تری، تو کم تقوا تری. تقوا میزانش در قلب هست و در قلب تقوا، محل شناسایی تقوا در قلبه و میزانش هم دست الله رب العالمینه. حالا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بر بهترین شما، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. خب من شما بشر که نمیتونیم بفهمیم که کی با تقواتر هست کی با تقواتر نیست، پس همه در یک تراز قرار میگیرن و این عصبیت های جاهلی رو اسلام اومد چیکار کرد؟ از هم درید و بالاخره شرایط تغییر داد. زید ابن حارثه که پسرخونده رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که ما قبلا هم در این داستان ها که میتونید گفتم بازم مراجعه بکنید به این مجموعه داستان های تاوال گفته شده. زید میدونید که هم پسرخونده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و هم جزو اولین کسانیه که به پیامبر خدا ایمان آورده و پیامبر خیلی ایشون دوست داشت، نسبت به زید خیلی محبت داشت. اینجا بود که خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زید ابن حارثه خواست که بالاخره برای خواستگاری زینب بره و به زینب هم گفت که تو بالاخره این ازدواج رو بپذیر. نیا کنید ما داستان رو با هم میخونیم. پیامبر میخواد به این طریق این فاصله ها طبقاتی شکسته بشه، بگه نشون بده در اسلام ما ژن برتر نداریم، چیزی به نام ژن برتر وجود نداره، همه در واقع یگونه هستیم و این بحث طبقاتی رو از بین ببره. اینجا بود که پیامبر برای زید بن حارثه زینب رو خواستگاری کرد. اما زینب در ذهنش بالاخره خب هنوز اون شرایط بود دیگه، نیست که یه دفعه اینا مسلمان شدن همه این ریشه ها به هم بخوره. شرایط متفاوت بود و اخلاق های انسان هم متفاوته. این رو دارم میگم در این درس داشته باشید. درس بزرگ بحث کفو بودن و ترازهای اخلاقی هم هست، تنها بحث ایمان نیست. درست ایمان همه رو در یک طبقه قرار میده، ولی چه بسا که دو فردی که قطعاً هم به هر دو بهشتی هن، هر دو از نسل اولی هن، ولی کنار هم نتونن یک زندگی موفقی داشته باشن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که زینب این موارد رو رسول خدا مطرح کرد و بالاخره خب زینب تو ذهنش مسائلی اومد مثل اصل نسب و بالاخره شرافت قومی و مسائل دیگه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله آیا شما واقعا راضی هستید برای خودتون و من که بالاخره من جزء یکی از زنان برگزیده قریش هستم و مطرح قریش هستم. بعد وقتی پیامبر این حرفو زد که من بالاخره خواستگاری میکنم و فلان این مباحث رو دیگه بذارید کنار، گفت یا رسول الله من راضیم فانی قد رضیته لک،
پیامبر گفت من برای تو راضی شدم که این ازدواج صورت بگیره و خب بالاخره آیات قرآن هست که یک زن و مرد مؤمن وقتی که حکم خدا و رسول برش نازل شد، نگاه کنید، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، زن و مرد مؤمن فرق میکنه، اذا قضى الله و رسوله امرا، رسول خدا و رسول خدا یک امری رو، حکمی رو برش قضا داد، ان یکون لهم الخیرة من امرهم، اینجا دیگه انتخاب وجود نداره، مسلمان تسلیم هست در برابر قانون خدا. خب اما اگه کسی بخواد نافرمانی بکنه داستانش دیگه باز خودش برمیگرده و اینها. اینجا این بود که زینب نخواست که با امر خدا و رسول خدا بالاخره مخالفت کنه، تسلیم شد و این ازدواج رو پذیرفت. پس زید بن حارثه رضی الله عنه و زینب بنت جحش اینجا چرا شدن با هم ازدواج کردن؟ و چرا که دیگه کسی بر کسی برتری نداشت، این تقوا بود. اما زید خب در عین حال امیری بود از امرای اهل جهاد و دعوت اسلامی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بالاخره براش ارزش قائل بود و اما خداوند نیا کنید که اتفاقی میفته. خداوند اومد گفت که ادعوهم لآبائهم، پیغمبر میگه من پسر خوندم، خدا گفت نه بابا فرزندان رو به نام پدرشون بخونید. دیگه زید ابن محمد تموم شد، این زید ابن حارثه هست، چرا که اینها برادران شما در ایمان هستند، موالی شما در ایمان هستند، اما اینها اینطور نیست که فرزندان شما کسی رو شما دوست دارید. پس این قانون تبنی و فرزندخوانگی اینجا برداشته شد، این حذف شد دیگه. پس بالاخره اما هر کسی با نام خودش. این یک مسئله رو داشته باشید که بحث حکم شرعی هست. بالاخره زندگی بین زینب و زید 1 سال طول کشید حدوداً، اما در طی این 1 سال نیا کنید خیلی مهمه، خانواده دقت کنید، ام المؤمنین زینب اولین صحابه، اولین افرادی که پیامبر ایمان آورده، زید نسل اولیه، اما بین اینها اختلاف بوده. اختلاف دلیل بر این که ایمانشون از دست بشن نیست، اختلاف مبنی بر این که یکی بهتره یکی بدتره نیست. اختلاف اثر سوء تفاهم اخلاقی بین انسان‌ها پیش میاد، اخلاق‌های انسان‌ها متفاوته، گاهی 2 فرد در عین خوبی نمیتونن با هم سازگار باشن. در هر صورت اختلاف بین اینها شکل گرفته بود و از طرفی هم خب اسلام اومد باطل کرد این بحث فرزندخوانگی رو و این شکایت رو بالاخره زید میبرد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. یا رسول الله این ازدواج برای ما زیاد خوب نیست، ما آرامش تو زندگی با هم نداریم، دچار اختلاف شدیم، هر روز آسمان زندگی ما تیره و تاریک‌تر میشه و داستان ما چیکار بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که این میومد و ناله میکرد از شرایط زندگی، میگفت امسک علیک زوجک اتق الله، همسرتو حفظ کن، زندگی تو حفظ کن، از خدا بترس. خب طبیعی هم امروز هم هر کسی وقتی که اختلاف خانوادگی رو بیان نقل بکنن پیش یک حکمی مشورتی قاضی روانشناس، میگه تا میتونید زندگیتون رو حفظ بکنید. و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زید رو نصیحت میکرد، اما خب شرایط این گونه نبود که دیگه واقعا زندگی آرام باشه، زندگی اختلاف بود و این آرامش از زندگی بالاخره رخ بربسته بود و وقتی هم که زندگی انسان خراب بشه در درون خانواده، بین مرد و زن نتونن با هم توافق برسن، خب دیگه جهنم میشه زندگی و این خیلی سخت بود. و از طرفی هم خب حالا ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته. داستان این گونه شد که بالاخره زید باید زینب رو طلاق میداد. یا کنید دیگه باید چاره دیگه نبود، دیگه میگم چاره جز این نبود، این بود که دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجازه داد که این طلاق بین اینها صورت بگیره. اما مسئله چیز دیگری بود، پیامبر اومده بود دختر عمه خودش، جز سابقین اولین خودش رو بالاخره به ازدواج آورد. خب زید از اون ورم خب همسر دیگری داشت که ما میدونیم که در داستان قبلی خونده بودیم و ایشون خب مادر اسامه و اینها بودش. اما برای زینب اینجا بالاخره 1 سال زندگی حالا بهش تفاهم نبوده، از اون ور بالاخره پیامبر دستوری داده بود و باید این مسئله صورت میگرفت. ببینید حکمی که اتفاق میفته اینجا خیلی حکم جالبی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله خب بالاخره دختر عمش بود، هر انسانی هم اونم رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون شرایط به دنبال این بود که بتونه این مسئله رو جبران بکنه و خب قصد هم شد بر این که بخواد بالاخره ازدواج بکنه با زینب. آیات الهی هم بر این مضمون نازل شد و اجازه داد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که با زینب ازدواج بکنه و گفت نه و اون فرزند خونده تو که نبوده، اون فرزند خونده تو باطل شده، این احکام تبنی و این ممنوعیت شرعی نداره، اون قانون جاهلیت بود که کسی میگفتن فرزند خونده مثل فرزند حساب میشد. اما واقعا این گونه نبود.
منافقین وقتی که چنین جریاناتی پیش میخواد بیاد، میان شایعات و تبلیغات را بندازن. نگاه کنید محمدی که ادعای پیامبری میکنه زن پسرش رو داره میگیره. اینجاست که ما میبینیم آیات الهی نازل میشه، آیاتی از سوره احزاب آیه 37. خوب دقت کنید. و اذ تقول للذی انعم الله علیه، خدا به اون کسی که بهش نعمت داده میگه و انعمت علیه، که و اون نعمت داده شده، امسک علیک زوجک، اون به چی گفت؟ پیامبر همسرتو نگهدار، و اتق الله، از خدا بترس. اما پیامبر خب انسان تشخیص میده بعد در چه شرایطی، کاش مثلا این اتفاق صورت نمیگیره، کاش خودم باهاش ازدواج میکردم. نیا کنید و میگه که و اتق الله، ای محمد تو از خدا بترس، خوب داشته باش، و تخفی فی نفسک، تو داری در درون خودت پنهان میکنی، مالله مبدیه، اما خدا اینو آشکار میکنه. و تخشى الناس، تو از مردم میترسی که فردا مردم چی بگن، میگن با زن پسرش ازدواج کرد، خودی که پسر تو نبوده. والله احق ان تخشى، اما بدون که خدا سزاوارتر از اینه که تو از خدا باید بترسی. فلما قضى زید منها وطرا، حالا که زید طلاقش داد و زمان گذشت و زمان اون عده گذشت، زوجناکها، تو برو دختر عمه خودت زینب رو به عقد خودت در بیاد، لکی لا یکون، این حکمش اینجاست، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاهم، تا بعد از این برای هیچ مؤمنی هیچ حرجی نمونه. یعنی یه حکم الهی که کسانی که خوندن به نام پسر خونده خودشون و دختر خونده خودشون خوندن که بالاخره نتونن با اون ازدواج بکنن، و اذا قضوا منهن وطرا کان امر الله مفعولا، و این حکم خداست. این حکم الهی رو شما در اینجا میتونید ببینید. پس در اینجا زینب رضی الله عنها ببینید طبق حکم خدا قانون طلاق اجرا شده، طبق حکم خدا قانون عده میگذره، طبق حکم خدا خداوند اشاره میکنه که تو با این ازدواج بکن، و این فرمان الهیه برای اینی که بتونه به این مقام و منزلت اینها برسن. تا همینجا داستان رو داشته باشید تا در جلسه بعد بتونیم ادامه داستان ام المؤمنین زینب رو با هم بخونیم. خدایا رو نگهدارتون.